درود بر تمام فارسی زبانان دنیا. من قدیری هستم با گزارشگری نبرد کلش رویال. امیدوارم امروز نبرد خوبی داشته باشیم. ما اینجا نبرد دو تیمی در 4 نفره داریم که میشه تیمای آبی و قرمز که همون استقلال و پرسپولیس میشه مثالشون زد. اولین حمله رو فکر کنم تیم قرمز حمله شروع میکنه. ملکه آچرا میندازه با اسکلیت لون 11 پشتش. کمک آینه اسکلیت ها دوربر میکنه. تیم آبی هم مگانایت رو میندازه با آرچرا رو برای مقابله. از اون برم تیم قرمز بوش گابلینا رو میندازه با تیم آبی هم تیک هم میندازه، همشون رو میکشه. برای پشتیبانی هم گابلینا رو میندازه برای دفاع. دهن مگانای سرویس شد اون وسط، هیچ پشتیبانی نداری و دو تا آرچه داشتن بعد میزدن، هیچ کاری نمیدن. از بعد تیراهن رو میندازن، همه رو اینجا وسط گلگل میکنه. تیراهن یا همون تخت چوب، حالا هرچی اسمش هست. تا اینجا ملکه آرچرا خوب عمل کرده، همه رو زده، داره میان جلو. تا یه دمیج سنگین فکر کنم میتونم بدن به تاور. تیم آبی هم برای مقابله این دارت پتکون رو میندازه، دارت پتکون سمی. حالا همونجوری که میده دمیج میخوره به تاور و اینجا ملکه میمیره. اون دوتا هم که کلا کاری نمیتونم بکنم که مردن. الان تا عملکرد تیم قرمز خوب بوده چون حمله کرد و تیم آبی و دفاع کرد. یه تخته انداخته اونم که مرد. تیم آبی دوتا مینی بوم میندازه یا بمبر، بچه بمبر که یکیش براتون رخصا بشه. دهن اون اسکلتان رو سیبیده. تیم قرمز گابلینا رو میندازه و تیم آبی هم ساحره رو میندازه برای مقابله با گابلینا که ببینیم تیم قرمز میخواد چهار کنه، هیچ کار نکرد. تیم آبی شاهزاده سلطنتی رو میندازه با بشکه اسکله و تیم قرمز رنگی میکنه و اون جادوگر میندازه. و الان تیم قرمز مگا شمالی میندازه و قشنگ دمیج سنگی میده، همه رو پاره میکنه. این برام خودش داره وسط در خودش داره پاره میشه، هم اسکلت ها میزننش هم ساحره ها میزننش. از اون باید تیرها رو بارون میکنن. این پیرزنه رو جادوگر رو هی داره خود درست میکنه، واقعا رو مخه. این مگا شمالی داره هی میزنه. این چیو میزنه؟ این شاهزاده رو داره میزنه پایین. این مردش تبدیل خوک شد. سرنوشت اسکلت هم تبدیل خوک شدنه معلومه. ولی این تا اینجا دمیج سنگین تیم آبی به تیم قرمز زده. 283 تا کلا خونش مونده تاورش و میبینیم پیرزنه همچنان داره میاد تا بقیه اسکلت ها تبدیل خوک کنه. این ساره اسکلت تولید میکنه، اونا خوک تولیدش میکنه. واقعا ترکیب خیلی خوبه این دوتا با هم دیگه و همچنان ادامه داره تا اینکه میمیره. آخر شد. از این تیم آبی شاهزاده رو میندازه و دوباره اینا کوکر میندازه. این دفعه نکنم جواب بده چون با یه ضرورت میکنه. از این تیم ملکه رو میندازه و مقابل مینی پگا رو میندازه تیم آبی و با سرور سلطنتی که با دو تا دمش راحت پاره شد. میگم که شاهزاده راه خودش رو پیش گرفته و با تمام سرعت میاد به سمت میره. الان سه نفر دارن این بایی حمله میکنن، اما هی با دفاع کنن. مینی پگا مرد، اونم که مردش، اینم که الان میمیره. این برم که این عجب دمیجی زدش، خوب زد. از این برم حواسش نبود. این برم که مینی بومبا دارن میرن. چی شد همین جلوشون رو بگیر مطمئنن که نتونست جلوشون رو کوره بدبخت. یه دمیج سنگین رو به این بمیده. الان بازی 1-1 تیم آبیه. این تیم قرمز کم کنه اسکلت ها رو میندازه برای مقابله. این هم که تیکمون ها رو میندازه برای زدن.
و خوب عمل کرد. او یخ انداخت و نصفشون خوش خود بالاتر میده، خونا بیشتر میتونست بزنه تو اونجا انداخت. حالا ببینیم چی میشه. این اسپید گابلین میندازه که تبدیل میکنه نه به گابلین که آره نتونست کنم خونش پره یا چیزی مقابل کنه. و تیم آبی بشگر میندازه، بشگر اسکلیتی هم میره تا دمیج بده. تیم آبی بر پشمه ساحره رو میندازه با اکسیر گابلین که اونا میندازن تا بومشون مردن تبدیل به گابلین بشن. از این تیم قرمز نگاه شمالی هم میندازه و مقابله به با 3-4-2 در بکنه دهنش زیبیزه. از این که پرش چه خوش انداخت خیلی راحت و جادوگر انداختن پشت میگن تیکمون میندازن تا نذارن برسه جلو. این تیم آبی دوباره مگا شمالی هم میده به مقابله جادوگر هم داره پشتیبانی میکنه. از این برم برای پشتیبانی تیم آبی مینی پگار میندازه، تیم قرمز پشت سر هم داره گابلین میندازه، یه جلو گابلین این بر میندازه برای پشت حمله کنه. این برم تیم آبی یعنی شاهزاده رو میندازه برای زدنشون که راحت انجام میده. اون که دهن مینی پگار سرویس تا مگا شمالیه. اینو پشت سر هم دارن اسکلیت میفرستن. تیم آبی هم کاری نمیتونه کنه، چیزی نده همشو بزنه. آدمی این دارت پرکن با روی سلطنتی میفرستن که حتی این دمیج زیاد نخورم. همچنین دارن دمیج مایی پشت سرم دارن گابلین میندازن این پشت سرم. و الان فکر کنم آره دفاع موافق‌آمیزی بود و تیم آبی هم داره شروع به حمله کردن چون پشت گابلین ها رو میندازه. آره گفته اونا رو زد عجب جعبه خوبی هست. به 10 ثانیه پایانی رسیدیم و فکر کنم آره یه تیم آبی برن از چون 1-0 جلوه و همچون جفت تاور رو دمش سنگین کنم و آخرین اقدام تیم قرمز رو میبینیم براشون چشکه گابلینا و بازی تمام شد. واقعا بازی نفسگیری بود، هر دو طرف خوب بازی کردن و پشت سر هم حمله کردن. فقط یه دقیقه بیشتر بود شد تیم آبی میباختش. واقعا بازی خوب. حالا تیم آبی واقعا عجب بردی داشت، واقعا حال داد.